سلام، من حدیث هستم. خوشحال میشم که این ویدیو رو با من همراه باشی. من اینجا میخوام برم با خواهرم یه قدم بزنیم توی شهر باستن. اینجا هتل آرکیدین هست توی باستن و خیلی هتل خوبی بود. بهتون پیشنهاد میکنم اگر که میخواین بیاین اینجا این هتل رو حتما امتحان کنید. هم دسترسیش به همه جا خوب بود و همین که برای توریست هر چیزی که یه توریست نیاز داره رو به نظر من داشت. من اینجا بودم برای تعطیلات به خاطر اینکه میخواستم به خواهرم سر بزنم که دقیقا توی همین شهر زندگی میکنه و اینکه طبق معمول که خیلی دوست دارم که اول صبحم با قهوه شروع کنم. تو اتاقم یه قهوه گرفتم خوردم و لیوانش تو دستم بود تا اینکه رسیدم به خواهرم و اینجا تصمیم گرفتیم بریم یه رستوران خیلی جذاب. همونطور که با هم گپ میزدیم و حرف میزدیم این غذاها رو آماده میکردیم و میخوردیم. اینجا هم باز دوباره از اونجایی که ما عاشق نوشیدنی گرم تو زمستونیم دوباره یک چای با هم توی لابی هتل خوردیم و بعد دوباره رفتیم به قدم زدن به سمت کافه ها و توی شهر این سنجابای خوشگل رو دیدیم که خیلی هم شجاع بودن، اصلا از ما نمیترسیدن. میومدم سمت ما دنبال غذا بودن ولی ما میدونستیم که نباید بهشون غذا بدیم. خوشحال میشم که ویدیوهای بعدی هم با من همراه باشی.